سلام علیکم ورحمت الله. یکی از قدیمترین مسجدهای ترکیه. این از همون وقتهای پیش موندگی آثار همین مسجد موندگی اینجا. ما بازی سالی مسجد میبینیم. مسجد فناری عیسی نام داشته است. من صورت پیشینش يسمى أيضا مسجد مولا فناري دير القسطنطينيوس ليبس. ای چی بوده گیه؟ ای کنیسه بوده گیه. ای مقصد جای نصرانیا بوده گیه. بناؤه في فترات مختلفة كهيكل من اثنين من الكنائس المتجاورة. والمزايا التي تميز هذا المبنى من الناحية التاريخية هي وجود 4 مصليات صغيرة قبة. مسجد کهنه بوده گه خلاص. خب کهنه مقصد مسجدش کرده گن که بینای همین 886 912 ده مقصد شروع کرده گن. بنا شده گن 912. خب 907 سال همین مسجد افتتاح کرده گن. 907 سال همین مسجد کشوده گن. من همین خیبده گن. این بعد مسجد کرده گن. این با فکرم این کنیسه. اگر آدمی بالای همین نگاه کنه اونم بالا اگر هم خیلی باشه بالای همین چیزای مسجد داده معلوم میشه که کنیسه بوده گیه. یعنی جای نصرانیا بوده گیه. بعد اینجا را چیز کردم مسجدش کردم. بعد از که خلیفه عثمانی ها آمدن اینجا مسجد شدن. به حد مسجدی کهنه به حد. تو درون یازی چیزا میبینیم چه خیلی حالا نگاه کنید. شور مسجدی کهنه. قبله شانه ایسان بودگی. این قبله را باید خچون کدگیم. این هم معلوم های مثل مسجد. این کنیسه بوده است. خیلی مسجد زیبا شدگی. بسیار جای زیبا شدگی. چیزاشا گم کردن رسم و رسوماشا. این خیلی جا داشته است با دروازه چک جای چیزا تا ماندن بهترین درونش الله محمد أبو بكر وحسن وحسين وعمر وعثمان وعلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف؟ السوري يا حبيبي. نعم. الله بتشوف تنور. نعم. أروح بلدي ما عندي حتى تذكرة لم بالشرعة والله. تمام إن شاء الله. هنا خير. هنا هم جوي برمضان مش هستينا. بص نيجا كنيجا جوي برمضان دورا. أنا. خب اینم خیلی گپ خبر.